روزی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان که 24 نوامبر مقرر شده است همچون رمزی اتحاد و همدلی در سراسر کشور تجلیل می گردد. با این مناسبت در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 54 دهه فاراب جماعت دهاتی فاراب چورابینی باشگاه برگزار گردید. دیرکتوری مؤسسه مذکور ثمرالدین رجبوف بوده در مؤسسه 798 نفر طلبه تحصیل می نمایند که از جمله 393 نفر دختران بوده، 44 نفر آموزگاران در دو بست و این خوانندگان درس میگویند. در مؤسسه 16 صنفخانه موجود است که خوانندگان در دو بست چطوری گفتیم در آنجا تحصیل می نمایند. در مؤسسه همزمان صنفخانه های الهوگی ساخته شده است که در آینده به مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده داده خواهد شد. خوانندگان قید نمودند که تاریخ پرچمداری ملت تاجیک که همچون رمز دولتداری، وحدت و یگانگی و انعکاسگر مبارزه و جان‌نثاری‌های فرزندان برومند ملت تاجیک شناخته می شود، ما باید آن را قدر نماییم. واقعاً پرچم دولتی برای هر یک ملت صاحب تمدن رمز استقلال دولتی، افتخار وطنداری، هویت ملی، آزادی‌خواهی و عزم و اراده قوی مردم می باشد. همزمان پرچم دولتی نشانه وحدت و همدیگر فهمی، اتحاد و سرجمعی و تلاش و مبارزه های ملت به خاطر استقلال و آزادی به حساب می رود. برافروختن پرچم دولتی در تمام دور و زمان ها با احساس خودشناسی و ارج گذاشتن به هویت ملی رابطه مستحکم دارد. تاریخ پرچمداری ما تاجیکان ریشه در تمدن چندین هزار ساله ملت می باشد. چاره‌بینی آماده نموده خوانندگان مذکور نیز گواه این گفته ها بوده خاطر بینندگان را شاد گردانید. سلام بر معلمان مهربان، سلام بر طالب علمان بینشان، سلام بر ملت و بر خاک وطن، سلام بر روی خندان و دل گرم، سلام ای دوست و ای همراز ما، سلام ای مهر دل آواز ما، سلام آغاز هر گفتار و کار است، سلام رمز محبتی با اعتبار است. السلام علیکم هموطنان معلمان. امروز ما فرزندان تاجیکستان در سایه صلح و ثبات پایدار و زیر پرچم پرافشان وطن جمع آمدیم تا به یکی از مقدسات ملی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان ارج گذاریم. در نوبت سرود ملی صدا می دهد. شرف، سه رنگ تو رمز هنر، با تو وطن زیبا شود، با تو شود مردم ثمر.
در نوبت شعر درباره پرچم دولتی. تاجیکستان پرچمت تاجی سر است، پرچمی تو از همه بالاتر است. پرچمی تو پرچمی است و داد، کین درفشی کالای آهنگر است. پرچمی تو بوده از جلدی پلنگ، بیگزار و محکم و تاب آور است. از میان خلق گردیده بلند، زین سبب در پرچمی تو باور است. از فریدونی 1000 ساله پیش، خلق ما را جلوه و بال و پر است. پرچمی تو پرچمی تو پرچمی آزادی ما، پرچمی بخت و سعادت پرچمی نفشادی ما. پرچمی تو یادگار از تخت و تاج آریانا، سجلایی رنگ رنگش جلوه آبادی ما. شد سفیدی نقش نقش پرچمی اقبال تاجیک، پرچمی اقبال تاجیک نقش نیکوفال تاجیک. پرچم ما رمزی وحدت، استقلالیت و سربلندی ملت است. ما فرزندان تاجیکستان صاحب استقلالیت باید همیشه به پرچم احترام گذاریم و آن را رمزی مقدس ملت دوست داریم. اینک معلومات درباره تاریخ پرچم دولتی. پرچم ما در هر گوشه دنیا پرافشان است و هر جا که پرافشان است نام تاجیکستانی عزیز بلند است. تو با مایی در دل، در دست، در هر قدم ما و تو جدا نشونده ایم. تا جاوید پرافشان باشی در آسمان وطن. پرچم ملت ز تو سر می شود، باش پرافشان تا آخر جهان. ای رمز وفا و دوستی ادامدان. در نوبت صحنه‌چه تربیوی با نام اگر پرچم نباشد. مرحمت. شما گویید پرچم جمهوری تاجیکستان کی قبول کرده شده است؟ پرچم جمهوری تاجیکستان 20 نوامبر سال 1994 قبول کرده شد. شما گویید پرچم جمهوری تاجیکستان کی قبول کرده شده است؟ پرچم جمهوری تاجیکستان 24 نوامبر سال 1992 قبول کرده شده است. آفرین. و شما پرچم جمهوری تاجیکستان از چند رنگ عبارت است؟ پرچم جمهوری تاجیکستان از 3 رنگ عبارت است. کدام ها گویید؟ سرخ، سفید، کبود. شما گویید پرچم جمهوری تاجیکستان از چند رنگ عبارت است؟ پرچم جمهوری تاجیکستان از 3 رنگ عبارت است. سرخ، سفید، سبز می باشد. آفرین. و شما گویید پرچم جمهوری تاجیکستان چند ستاره دارد؟ پرچم جمهوری تاجیکستان 6 ستاره دارد. نادرست است. شما گویید پرچم جمهوری تاجیکستان از چند ستاره عبارت است؟ پرچم جمهوری تاجیکستان از 7 ستاره عبارت است. آفرین. درباره پرچم جمهوری تاجیکستان معلومات دهید. رنگ سرخش بخت و اقبال سفید. رنگ سفیدش برای که مردمان در استقلالت را به دست آوردن، خون یکدیگر را ریزانده. و رنگ کبوتش رنگ آسمان می باشد. خطا گفتید. شما گویید رنگ سرخش جانیساری مردمان برای استقلالیت می باشد و رنگ سبزش بخت و اقبال سفید. رنگ سبزش سرسبزی تاجیکستان می باشد. با شما سوال می دهم بلندی ستونپایش چند متر است؟ بلندی ستونپایش 120. شما گویید بلندی ستونپایش چند متر است؟ بلندی ستونپایش 165 متر می باشد و آن در جای دوم جایگیر شده است. بعد از عربستان سعودی جایگیر شده است. در زیر این پرچم ما متحدیم. در زیر پرچم آن صلح و آسایش و یکدلی است. در نوبت رقص ملی. مرحمت. زمین ای زمین ای دیار گل پرور، ای سما ای کنار مهرآور. نازنین چون بهشت به هم با صفا چون محبت مادر. مرزی ایمان من ملکی جانان من،
مکان خاکی خوش جوهرت زندگی آفرت وارثان زمان تاجکان جهان تاجکان جهان از بهار گلت خوشنوا یافتم هم صفا یافتم هم وفا یافتم بحری سازندگی راهی فرخوندگی رهنما یافتم هم صدا یافتم ای زمین ای دیاری گل پرور ای سما ای کنار مهرآور نازنین نازنین چون بهشت به همراه با صفا چون محبت مادر مرزی ایمانی من ملکی جانانی من آنی من جانی من تاجیکستانی من مرزی ایمانی من ملکی جانانی من آنی من جانی من تاجیکستانی من آنی من جانی من تاجیکستانی من پرچم رمزی محبت به وطن است و صداقت کردن به پیام صلح و تاجیکان به جهان می باشد. پرچم تنها یک متاع نیست، آن ننگ و ناموس و شرف هر تاجیک و تاجیکستانی است. در نوبت سرود با نام تاجیکستان. مرحمت. تو دلیلی توی هم جان تنی ما تو دلیلی تو شیری رئیسی وطنی ما تو جسوری تو دلیلی توی هم جان تنی ما تو دلیلی تو شیری رئیسی وطنی ما تو نتای جاو ببینم مالتم پشت پناهی تو بدو برفیت خلق و وطن نیز نخواهی توی امنیت دولت توی امنیت دولت سببی راحت ملت سببی راحت ملت تو به هر دشمنی ملت عزت خواهی ملت به همه اهل وطن رسد شادی و راحت تو به هر دشمنی ملت عزت خواهی ملت به همه اهل وطن رسد شادی و راحت خیلیت کاری خواهی تو صفا بخش سلاموی توی باید کاری خواهی تو صفا بخش سلاموی وطن و مردم تاجیک بیون مهری که دارم همه همراهی تو بستن همه فرزندی بیارم وطن و مردم تاجیک بیون مهری که دارم همه همراهی تو بستن همه فرزندی بیارم همه فرزندی بیارم همه فرزندی بیارم تو جسوری تو دلیلی توی هم جان و تنی ما تو دلیلی تو شیری فیروزی وطنی ما تو جسوری تو دلیلی توی هم جان و تنی ما تو
چه شعری غیبی وطنی ما فی امنیت دولت فی امنیت دولت سبب آفت ملت سبب آفت ملت فی امنیت دولت. پرچم تاجیک افتخارم، بر سر ما نور و کارم. سه رنگه در آسمان ها چون زی تقدیری بلند است. اینک پیام جوانان درباره پرچم دولتی استاد قهرمانزاده. مرحمت. واقعا پرچم احترام ملت است. واقعا پرچم اقتدار ملت است. واقعا پرچم احترام ملت است. رو میاریم به کتاب بزرگ تاجیکان باوجان غفورov. همه سلسله پادشاهان فارس و تاجیک توانستند که مردم شرفمند تاجیک را در زیر پرچمشان جمع بیارند. خیلی که ابوالقاسم فردوسی در حماسه بزرگ خود شاهنامه قهرمان حماسه خود کاوه آهنگر را به دستش پرچم داده مردم تاجیک را در زیرش جمع آورد. و به همه ما و شما معلوم است که امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم پیشوای ملت مردم تاجیک را از ورطه جنگ برآورده در زیر این پرچم جمع آوردند و امروز با تشبث آن کس جمهوری تاجیکستان را در تمام روی دنیا میشناسند. تاجیکستان واقعا بام جهان است. قله سر به افلاک اسماعیل سامانی او باعث افتخار و شرفمندی ماست. خیلی که به همه ما و شما معلوم است پرچم جمهوری تاجیکستان یکی از بلندترین پرچم‌های دنیا می باشد. ما این متاع ناموس خود را یک رشته اش را به دست دشمن نمی دهیم. من از این منبر اندیشه از نام جوانان وعده می دهم که به وطن و پیشوای ملت صادقانه خدمت میکنیم. بگذار پرچم تاجیکستان در فضای امن و آسایش مدام پرافشان و پرتفشان و خلق عزیز کشورمان را خداوند از همه آفت نگهبان باشد و تحت این پرچم حیاتشان با سرور و سعادت کامل بگذرد. پرافشان باش همیشه در بلندی مثل آرمان ها با امیدی. پرچم تاجیک توی نور جهان رمز ملت شکر نور صفا. در آخر سخن انتهایی به جانشین دیرکتور محمد قل شهرت داده می شود. خیلی که به همه ما معلوم است ما در فرارسی یکی از روزهای تاریخی روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان قرار داریم. امروز برنامه ما بخشیده به روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار شد. پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان که در یک دوره حساس در دوره جنگ شهروندی قبول کرده شد، یعنی در اجلاسی 16 شورای عالی 24 نوامبر سال 1992 جمهوری تاجیکستان را حاضر با پرچمش با پیشوایش در تمام دنیا میشناسند. ما کوشش میکنیم که تمام هستی خود را تمام دانش خود را بهر مستحکم کردن صلح و وحدت، بهر پایداری صلح و امنیت، بهر رشد و نموی تاجیکستان صرف کنیم. من برنامه امروزی ما بخشیده به روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان خاتمه یافت. همه شمایان حاضرین گرامی، آموزگاران، خوانندگان و دسته هوسکاران مؤسسه را بخشیده به این روز سعید به روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک و مبارکباد گفته به همه شما خانه آباد، زندگی با سعادت، تمام خوشبختی دنیا را تمنا دارم. بگذار همیشه فرزندانی که در این کاخ فرهنگ، در این کاخ نور تربیت میگیرند در آینده پرچمبردار این ملت باشند. و در آخر گفتنی هم آرزو داریم دلها شاد باد، عمرتان بسیار و پر ایجاد باد، زندگی را بختتان بنیاد باد، خانه هاتان دائما آباد باد. تشکر زیاد به دقتتان.